منم دنبال شما میگشتم. پس شما اینجای آقا شناسی؟ چیزه یاری اینجا هم قنچه خانوم. کشتی قشنگیه، مال شما؟ نه بابا، مال من کجا بود، مال رفیقم. حواستون به فرصتی که بهتون دادم هست یا نه؟ دیگه امروز وقتشه که فرمولو به من بدید. امروز؟ بله همین الان. یا پولی که بهتون دادم و فوراً بهن پس بدید. چطوره؟ پولو؟ فوراً یه فکری بکن شناسی، فکر کن. منتظرم آقا شناسی. به نظر میاد منتظر گزینه دومین. ولی نه، فرمول خیلی وقت دستمه. تا بینم فرمول. بفرمایید. فوراً تستش میکنیم و نتیجه رو بهتون خبر میدیم. راستی اگه جواب تستا مثبت نبود کشتیتونو یا بهتر بگم کشتی دوستتونو برمیداریم. حواستون باشه. کشتی دوستتونو برمیداریم، حواستون باشه. آره برمیداری داره. ظریفه صبر کن. ای وای ساواش، مادر اینا رو بگیر، کمرم شکست به خدا. ظریفه جان تو هم یه کمکی بکن دخترم، والا کمرم شکست. باشه آسمان خانم، تو برشون کن ما انجامش میدیم. برشون کن. تو چرا نگاه میکنی؟ کمک کن دیگه. ای بابا به تو چه مربوطه؟ من که به تو کمک نمی کنم، دارم به آسمان خانم کمک میکنم. ای مادر خیلی ممنونم ظریفه جون. آسمان خانم تو برو استراحت کن، ما انجام. خیلی خوب. ولش کن، چیکار داری میکنی؟ یکی یکی برش دار بابا. من چیزیم نمیشه، نترس، چیزی رو نمیشکنم. تو هنوز اینو نفهمیدی نه؟ آره فهمیدم. تو چیزی رو نمیشکنی، فقط دل آدما رو میشکنی. نه بابا عزیزم، به جای اینکه ازم ایراد بگیری به نظرم سرسری بودن تو حل کن. یعنی چی؟ منظورم اینه که خیلی آشفتی. چی شد؟ خسته شدی؟ میخوای بی خیالش بشی؟ تو الان کسی دیده من از کاری فرار کنه؟ آره هیچ کس ندیده که تو فرار کنی. آره تو فرار میکنی، کار خودته. ای بابا یه ریز فقط حرف میزن، هیچ کاری هم نمی‌کنی. من آخرین بگو مگوها رو میدونم، ولی ایشالله که خیر. ببین مختار به این عظمت به چه روزی افتاده آخه. چشه حالمون؟ پسرمونه، معلومه که دلشو به دست میاری. برو بابا داره میاد. سلام بابا. سلام پسرم سلام. اینجا چی کار داری؟ پسرم خیلی دلم برات تنگ شده، تو حالت خوبه؟ خوبم مامان. برای چی اومدی؟ پسرم اومدیم که ببریمت. والا بابا منو کلی دکتر و مهندس میخواستن ولی قبولشون نکردن. نگو پسرم، جای تو پیش خودمونه، زود باش برگرد خونه بدو. مامان من دیگه اینجا میمونم. بابا سالم خیلی باهم. در ضمن اینجا کتکم هم نمیزنن، به جاش محبت میکنن. چه ببایی پسر؟ نشونت میدن منو کتک زدن چجوریه؟ خاک بر سری. نکن مختار. بیا تنها کاری که بلدی همینه. میدونی چرا همینه انقدر خوبه؟ چون که بابا ساله با اون خیلی خوب رفتار میکنه، موهاشو بو میکنه. اون خواهر دیوونش که شما نمیپسندینش کلی ازش مراقبت میکنه. من چرا اینجوریم؟ به نظرم در موردش فکر کنی. خداحافظ شما. چرا پرت و پلا میگی؟ 2 روزه برامون داره فلسفه چینی میکنه و سینجین کردن و این حرفا. دیگه من نمیدونم باید چی بگم. اینا نشونه خوبی نیست خدیجه جون. مگه بچه‌م حرف دروغی زد؟ تو فقط بلدی بزنی. بیا تحمل نکرد رفت. محبت کن، دوستش داشته باش. شما آخر منو دیوونه میکنین. یالا برو ببینم. برو نمایشتو تو خونه اجرا کن. برو. نمیخوام ولش کن. خوبی بهت نیومده اصلا. اف بتش کنه ببینم. برو.
خسته نباشین ساواش جون. ممنون. آبجی آسمان نیستش؟ چوه؟ میخواستم برای جهیزی هم خرید کنم. آبجی آسمان خونه است. چه کمکی ازم برمیاد؟ دختر بیا برو تو خریدتو بکن، هر کاری داری هم انجام بده. بدو. مسخره. ای بابا. با من بود الان؟ نه با من بود. ولی یه ذره کمکش میکردی. شاید برای جهیزیش کلی وسیله میخواست. نگاش کن تو رو خدا، چه حسودی هم میکنی. چه حسودی میکنم آقا؟ من عمرن حسودی کنم. حسودی میکنی عزیزم. معلومه که حسودی کردم، مثل دیوونی هم حسودی میشه. دیوونه نشو ساواش، باید دور شی ازش. نکن این کارو. بهش نگاه نکن. ای بابا میگم چه ربطی داره؟ میگم حسودی نکردم. خیلی خب آفرین به تو، چون من تحمل این چیزها رو ندارم. حسادت و این ادا اطفال رو به من نمیخوره ظریف خانم. خوبه. آبجی آسمان، من رفتم. آی وای بچه ها، دستتون درد نکنه به خدا. اگه شما نبودین من تا شب اینا رو تموم نمی کردم. ای بابا این حرفا چیه؟ بالاخره ساواش بعد 40 سال به یه دردی خورد دیگه. احتیاج به نیروی بدنی داشتی، صداش کن. بس دیگه. تو به جای قرقر کردن کار دیگه ای هم بلدی؟ لای بچه ها، چتونه شما؟ چرا انقدر دعوا میکنید؟ اصلا نمیفهمید. بیخیال آبجی آسمان. هیچی بابا، بیخیالش شد. به سلامت. ای بابا ببین تو رو خدا، من بهت گفتم ضد آفتاب بزن ولی تو گوش ندادی. حسیبه ما اصلا محافظت نشدیم مگه نه؟ راست میگی رستم، ما اصلا کرم ضد آفتاب نزدیم که. همه تو این خونه باهوشن. یه ذره یواشتر، میگم دارم میسوزم زن. چی کار کنم خب رستم؟ تحمل کن دیگه. باید اینو بزنم وگرنه کل شب از درد به خودت میپیچی. اتاق پذیرایی خیلی خطرناکه. هشدار آتیش به کار میفته. آلارم آتیش یعنی چی؟ ما که کاری نکردیم. یعنی بابام خیلی عصبانیه، هر کی نزدیکش بشه میسوزه. یعنی از دهنش آتیش میاد بیرون. پسر اون سوختگیش مال آفتاب، شما اشتباه میکنی. میخوام یه چیزی بهتون بگم. از حرفاتون خوشم اومد و به دلم خیلی نشست، مخصوصا از فوش و ذکاوت ایشون. تو هم بد حرف نمیزنی یا شرم؟ چشام داره میسوزه. چشامو چرا مالیدی؟ هیچی نمیبینم حسیبه. خب من باید چی کار کنم؟ مثل سهرت داری جلز ولز میکنی، بعدش هی یه ریز خور میزنی. برو به چشات آب بزن. خب باشو ببینم، باشو. آتین دارن میان اینجا، حالا چی کار کنیم؟ باید بجنگیم یا اینکه تسلیم شیم؟ فقط حواستون بود گفتم بجنگیم. گفتم بجنگیم. وای خدای من. معلومه که فرار میکنیم خواهر. بیا این دنبالم. زود بشین. بیا. نبین نگاه کن ببینی. دارم میبینم. آسمان حالت خوبه؟ نکنه هنوز تو فکر اتفاقی هستی که تو کشتی افتاد؟ آره، به نظر منم این کشتی همچین خیری نداره. ای بابا آسمان چرا؟ پول در میاریم، اصنافم پول در میارن، مگه بده؟ تو هم کارات رو به راه میشه. ببین من از این جهت به قضیه نگاه میکنم که چون آقا صالح مخالف ما من آقا صالح و سالهاست میشناسم شفیق جون. با نیت پاک و صداقت داره کار میکنه. مطمئنم الان خیلی حالش بده. حرفای آقا شناسی و بد جوری به دلش گرفت. منم از این جهت میبینم خیلی بد شده، حتی منم به دل گرفتم حرفاشو. واقعا باورم نمیشه، جدی میگی؟ سلام.
آسمان خانم، من حرفای شما رو شنیدم. من این طرز فکرتون رو قبول ندارم. خواهش میکنم این رومانتیک بازی ها رو بذارید کنار و واقعیت رو ببینید. آقا شناسی، واقعیت اینه که شما دل اون مرد رو شکستی. ببینید ما اینجا توی خونه زندگی میکنیم، یه جا زندگی میکنیم. تا وقتی که شما نرید و از آقا صالح معذرت نخواهید من توی خونه نمیتونم راحت بخوام. عزیزم چی کار کنیم؟ کاریه که شده، زمانو نمیتونیم برگردونیم. به نظرم بابا باید با کاپیتان صالح صحبت کنه، بگه که واقعا قصد بدی نداشت و حلش کنه. آها راست میگه بچه، حلش کنیم این دلخوریو، راحت و آسوده بشیم. اینجوری نمیشه که. من نمیتونم با همسایه های 40 سالم بد باشم. یعنی بریم معذرت بخوایم؟ شفیق جون، از نظر من حرف زدن از نظر تو معذرت خواهی چه فرقی میکنه؟ من به جای تو بودم حداقل به خاطر من میرفتی، مگه نه؟ منم با آسمان خانم موافقم. بهتره بیشتر از این وقت رو تلف نکنیم. باشه. آبجی صدای بابام نمیاد، نکنه آفتاب اونو بی‌حس کرده باشه. چی گفتی؟ مگه چی گفتم؟ حرف بدی زدم؟ اگه آفتاب رو بابام تاثیر بذاره پس اون موقع بابام حتما ومپایره. ای بابا این چه حرفی آخه؟ اصلا تو میدونی کیا با آفتاب مشکل دارن؟ نمیدونی که تو اصلا فیلمی چیزا که نمیبینی. من دیدم، باور کن. عجب هر لحظه منو بیشتر متعجب میکنی. میگم الان بحثمون این نیست. من میگم اگه بابام بیاد تو اتاق نور خورشید بهش بدیم که آب بشه، حرکت اینجوری هم انجام بدیم. یه چیزی میخوام بگم، به نظر من آقا رستم که نمیتونه خونخوار باشه، چون پیره. خونخوارا که پیر نمیشن. چه کار دارید میکنید؟ این در رو باز کنید ببینم. چه خبره؟ چه کار میکنید؟ چه غلطی میکنید؟ اون صدا چی بود؟ کدوم صدا بابا جون؟ هیچ صدایی نیست، چیزی نیست، والا داریم بازی میکنیم. اگه میخوای کل اتاق رو وجب به وجب میتونی بگردی. آبجی آفت صدا. درسته، بیا مرهم سوختگی رو پیدا کردم. ببینید تخس بازی در نیایید وگرنه برق و قطع میکنم. دیدی حالا میگه برق و قطع میکنم، تاریکی رو دوست داره، حتما آره. ومپایر دیگه. راستی تو چرا به بابا میگی میتونی همه جا رو بگردی؟ دلیلش چی بود آخه؟ چه خنگی تو؟ ای بابا آبجی جون، مغزتو به کار بنداز، فکر کنم کار نمیکنه ها. دختر بلوف زدم، به این میگن بلوف برای اینکه بهمون شک نکنه. از این به بعد بلوف ملوف قدغنه، لازم نیست هیچ کاری تو بکنی خانوم. باشه نمیکنم. رفتش؟ بالاخره خونخواره یا نه؟ من میگم اینجوری دست خالی نریم، خیلی زشته. اینجا یه شیرینی فروشی هست، از اونجا بخریم. نظرتون چیه؟ دیگه چی آسمان؟ میخوای یه حلقه گلم درست کنی؟ نه اینجوری نمیشه، خیلی زشته. رسمه، شیرینی ختم به خیرش میکنه. ای بابا مگه این چیزا مونده هنوز؟ چقدر کشش میدین؟ یه چیزی بخرین دیگه. بیا باشه. ای سلام. داداش سواش خیره، اینجا چی کار میکنی؟ خیره عثمان خیره، میریم با کاپیتان صالح اینا حرف بزنیم. بالاخره راضی شدن، با آسمان خانم راضیشون کردیم. تو مغازه دارن شیرینی میخرن. شیرینی؟ ایول واقعا؟ والا من اینقدر زود انتظار نداشتم. پسر چه زودی، کلی هم دیر کردیم. کاپیتان صالح کلی عصبانی شده. خیلی خوبه. چه شیرینی قشنگی خریدین، چقدر قشنگه، خیلی آره خوبه. خریدیم. داداش سواش من زود برم، شما هم یواش یواش بیاین، خیلی هم عجله نکنید. خیلی خوب، شب بخیر. سلامت پسرم. خیر باشه عثمان. مزاحم نشو پسر، کار دارم، کار خیلی مهمی دارم. نکنه کاپیتان صالح امینه رو بهت داده ها؟ پسر منو مسخره نکن، امشب کاپیتان صالح حتما امینه رو بهم میده، میبینی؟ چرا مثلا؟ سواشینا شیرینی خریدن، میرن خونه کاپیتان صالح اینا. شیرینی؟ آره شیرینی مهمه. خوبه دیگه. خب خیر باشه. مزاحم نشو، من رفتم. برو. وای وای وای
وای وای وای، گفتیم مهمون هستن، تاج سرمونن. ببین تو رو خدا، گفتم غریب هستن، ما یکم کمکشون کنیم. چقدر نمک نشناس از آب در اومدن. یارو سوار سرمون شده. نباید اصلا تو این دنیا به کسی اعتماد کنی. به هر کی میخوای خوبی کنی باید 2 بار روش فکر کنی. بابا ساله، اینجوری حرف نزن بابا. ما همچین آدمای حسابگری هستیم مگه؟ استغفرالله. ما هر کی که کمک بخواد بهش کمک میکنیم پسرم. وقتی خوبی کنی خوبی میبینی. نباید پشیمون بشی پسرم. وگرنه به چه دردی میخوری آخه؟ نکن خودتو. عمو شناسی بالاخره میفهمه اشتباهشو. بابا صالح، پسر چه خبره؟ بابا صالح، بابا یواش صالح، پسر، چی شده؟ نمیتونم آروم باشم بابا صالح، نمیتونم. والا براتون یه خبر فوری و مهم آوردم. خیر باشه. خیره بابا صالح، خیره. خانواده آقای شناسی. نکنه همونایی که الان صاحب کشتی هستن رو میگی؟ آره، همونا دارن میان اینجا بابا صالح. یکم پیش دم قهوه خونه دیدمشون. بعدش هم معطل نکردم و بدو قبل اونا اومدم. برای یه کار خیلی دارن میان، چون که تو دستشون یه جعبه شیرینی گرفته بودن. خیر باشه انشالله. چی؟ انشالله خیره. فرانیکو بشی یواش تعریف کن ببینم چی شد. بابا خلیل، خواهر پاشو بریم چایی بریزیم. بدو زود باش. رفته بودم پیش سلیمینا، اونا رو اونجا دیدم. شیرینی دستشون بود. شیرینی مخصوص از همون شیرینیایی که بابا خلیل دوست داره. دیدی حالا انگار میخواست اینو بگه بهت. بابا امین چرت نگو، همچین چیزی اگه بود من میفهمیدم. شاید میخواد سورپرایزت کنه. خدایا بهم صبر بده. اگه از این در با شیرینی بیان تو، معلومه که اومدن خواستگاری تو. دختر ساکت شو. آبجی وقتی اومدن بعد حرف نمیزنی یا فهمیدی؟ اصلا دهنتو باز نکن. هیچ حرفی هم نزن. اول خیلی آروم گوش میدیم، بعدش حرف میزنیم. هیچ کسی هم از خونه بیرون نمیکنی یا؟ باشه بریم. نه رفیق اینجوری نمیشه. ای بابا صالح پسرم کجا میری؟ بشین تا بیان. حالا اینجوری قضاوت نکن پیشا پیش. باشه بابا باشه. خوشم نیامد اینجوری سرزده دارم میان. حالا که تو اینجوری میگی من دخالت نمیکنم. اصلا دخالت نمیکنم. یکم به حرف پدرت گوش کن همین. تعطیل کردی؟ نه هنوز تعطیل نکردم. چایی داری؟ آره دارم. بیا تو اینو بخور، من برم واسه خودم بیارم. ممنون. راستی باریش، تو با خانوادت احیانا نرفتی خواستگاری؟ خواستگاری؟ چه خواستگاری؟ مگه خبر نداری؟ خانوادت برای سواش رفتن خواستگاری؟ چی؟ راستش خب میدونی من از عثمان پرسیدم و شنیدم که شیرینی اینا خریدن، بعدش هم میرن پیش کاپیتان ساله واسه خواستگاری. نفهمیدم که اینا چجور خانواده این. هیچکی از هیچکی خبر نداره، هر کی تو دنیای خودشه. دیوونم کردن. والا اصلا صندلیو چرا پرت میکنی آخه؟ بابا خب بگو دیگه. کاپیتان ساله، وقتی که ما اومدیم اینجا خیلی شما به ما کمک کردید. برای اینکه بتونیم اینجا بمونیم خیلی تلاش کردید. خواهش میکنم، استعداد دارم، موردی نیست. ولی یه مدت بعد آدم باید زندگیشو سر و سامون بده، بره سراغ زندگیش. بله اینجوریه، ولی هر چیزی یه اصولی داره. بله ما کلن آدمای منطقی هستیم. بله شما بزرگ شده شهر هستیم بالاخره. کمرم بازم گرفت. خدای من برم استراحت کنم. چی شده بابا؟ باشه. بله پدر. تو از اینجا پاشو برو اون. من برم اونجا بشینم ببینم اینجا بهتره احتمالا. چی داشتیم میگفتیم؟ بگو ببینم. داشتیم میگفتیم که ما آدمای منطقی هستیم و هر کسی باید زندگی خودشو داشته باشه.
بله. آقای شناسی هم به خاطر اتفاقا خیلی پشیمونه. شما بزرگی کنید آقا صالح، به خاطر من این جریان رو ختم به خیرش کنید. باشه آسمون خانم، من درک می‌کنم. چقدر کشش میدی بجا؟ باشه تا میگم به این فشار نیار دیگه بچه. راستش آقای محترم، خانم محترم، من شما رو تا اندازه‌ای شناختم. معلومه که آدمای بدنیتی نیستیم. شاید بینمون یه کوچولو سوء تفاهمی پیش اومده باشه. خب طبیعیه، پیش میاد دیگه. بله یه چیزایی پیش اومد، ولی ما نمیخوایم دلخوری پیش بیاد و بمونه. بالاخره ماها مسافر یه دریاییم دیگه، مگه نه؟ آی دخترا کجا موندن قهوه؟ اومدیم بابا بزرگ، اومدیم. مگه از یمن داریم میارین؟ دستت درد نکنه مادر. شناسی دارم بیهوش میشم، یالا حرف بزن دیگه. یالا ممنون. خب دیگه مخلص کلام این که ما نیتمون خیلی جدیه. انشالله که همیشه خیر باشه، مگه نه؟ اگه همه چی همون جوری که فکر میکنیم و میخوایم باشه، بچه همونم راحت میشن. یه زندگی عالی در انتظارشونه، مگه نه؟ خیلی انشالله تا آخرش هم به همین. یعنی مخلص کلام این که من به این کارم میخوام ادامه بدم. خب دریام که پر از نعمت خیلی هم بزرگه، خب بذار به توافق برسیم دیگه. خب چه مشکلی داره؟ ای داد بیداد، اشتباه شد. شما برای این موضوع اومدین حرف بزنید؟ هرچی واسه اومدیم پس. واسه خواستگاری که نیومدیم، اومدیم راجع به کارمون به توافق برسیم. خب کاپیتان صالح، بابام به خاطر اتفاقای امروز میخواست عذرخواهی کنه. منظورش همینه دقیقاً. آقا صالح نمیخوایم دلخوری پیش بیاد. ما تا اینجا اومدیم، شما هم یکم با همون راه بیاین. خانم محترم، باید بگم من نمیتونم با شما راه بیام. منو بگو وقتمو طرف کردم، به هوایی که میخوان یه چیزی بهم بگین دارم گوش میدم. شما برای این موضوع اومده بودین، از اولش میگفتین. باشه وایسا ببینم یه لحظه، مگه من چی گفتم؟ چیز بدی گفتم؟ شناسی جان، با یه خدافظی ما رو خوشحال کن. خیلی خوب دیگه، اگه حرفاتون تموم شده ما میخوایم خانوادگی یه ذره خصوصی با هم صحبت کنیم. پاشید برید دیگه. شبتون بخیر. پاشید. بابا جان دیگه پاشو بریم. آره بی زحمت شما هم برید. یه لحظه اجازه بدید. تا حالا همچین چیزی ندیدم. شما با مهمون اینجوری رفتار میکنید؟ پاشو بریم شناسی. ای خدا تو به من سب بده، امشب این جریانات زود تموم شه بره پیکانش. عثمان تو هم این دورو برا نچرخ، الان اینجا منفجر میشه. آره عزیزم راست میگی، تا همه چی سر من خراب نشده بهتره فرار کنم از اینجا برم. برو دیگه برو. امینه اون شیرینی رو بده به من. بیا اینم شیرینی، بردا ببر. شبتون خوش. چرا اینجوری میکنی ظریفه؟ چی شده؟ ای بابا میگم شب بخیر، برو دیگه. من یه حرف مهمی رو باید بهت بگم، باشه؟ باید حرف بزنم. آسمان چه آدمای عجیبی هستن اینا. ما برای عذرخواهی تا خونه‌شون رفتیم، اینا با ما چی کار کردن؟ خیلی عجیبه. والا شفیق جون منم هیچی نفهمیدم. ها مامان کجا بودی؟ هیچی نپرس. برای عذرخواهی رفتیم خونه آقا صالح، بیرونمون کردن. خب چرا نگفتی منم بیام؟ همون بهتر که نیومدی. بیا بریم. چرا چراغو خاموش کردی؟ برای اینکه بابام فکر کنه خوابیم سحر. به نظر من خوب شده، رومانتیک شده. آره به نظر منم عالی شده. خدایا چرا منو با اینا امتحان میکنی؟ چاره ای نیست چیکار کنم که الان اینا پیشم هستن. واقعا که ایگنور. مگه تو به من زنگ نزدی؟ نگفتی بیا نجاتم بده؟ بچه‌ها دروغ میگم؟ والا راست میگه خواهر جون. راست میگین، گفتیم بیایید ما رو نجات بدین ولی همونطور که میبینید نتونستین کاری بکنی. فهمیدین چی شد؟ آره تو هم راست میگی. پس این کارو بکنیم، اونا ما رو نتونستن نجات بدن، ما اونا رو نجات بدیم. راستش ما اینا رو داریم از شر بابامون نجات میدیم. آسیبه من میرم بخوابم، یه لیوان آب برام بیار. خیلی میترسم، دستم میلرزه، بدنم یخ کرده، مثل فیلم اکشن میمونه. به نظر من که بیشتر شبیه فیلم ترسناک. منم ترس ورم داشته، این فیلمای وحشتناک. هم که مضطربین منم یه جوری شدم.
خیلی میترسم، اضطراب دارم. یعنی تا فردا باید ما اینجا بخوابیم؟ آره. دیگه چی؟ من برای شما جای بهتری سراغ دارم، جایی که هیچکی پیداش نمی‌کنه. ظریفه نمیدونم از کجا باید شروع کنم. تنها چیزی که میدونم اینه که نباید تو رو داغون کنم. خیلی خوب دیگه ساواش، چی میخوای بگی؟ بگو شر رو بکن. مگه این چیزی که میخوای بگی چقدر میتونه سخت باشه؟ من اینقدر وقت ندارم بشینم اینجا تا صبح تو بخوای فکر کنی. یا بجم زود باش حرفتو بزن. باشه من یه اشتباهی کردم، ولی اون موقع تو رو نمیشناختم. فکرشم نمیکردم که دوست داشته باشم. قرمز یا آبی؟ ای بابا، عامر واقعا تو رو درک نمی‌کنم. مگه تو ماتریکسی؟ میخوای واقعیت رو بدونی یا تو خیالت میخوای به زندگیت ادامه بدی؟ یکیشو انتخاب کن. ای خدا، عامر میخوای منو دیوونه کنی؟ بعدش میگین این ده دیوونه نه. چی میگی؟ حرفتو بزن. اطلاعات خیلی مهمی دارم ظریف. آخه تو با این لباسا چه اطلاعات مهمی میتونی برای من داشته باشی؟ ظریفه، قوی ترین مرد این ده الان منم. فراموش نکن اطلاعات یعنی قدرت. مثلا میخورم اینا خونه بادگی. تو حواست به خانواده خودت باشه آقا سباش. روزای خوبته این، روزای خوبته. به خانواده من مثلا چی داری میگی تو؟ عینکمو بده. عینکمو میدی؟ عینک باید تو چشم باشه وگرنه حرفام یادم میره. خیلی خوب بس دیگه، حوصله‌مو سر بردین. چه خبره الان این همه رمز و راز؟ چی کار داری میکنی؟ اصلا شما دو تا با هم بشینید اطلاعات مهمتون رو رد و بدل کنید. پسر برو گم شو دیگه، همه چی رو خراب کردی. چی میگی؟ عینکمو بده. ای بابا، هیچی تموم نشد. بهترین حرکت واسه آخر نگه داشتم.